جراحی هایپک یک جراحی بسیار پیچیده هستش. احتیاج به تبحر و آموزش کافی داره و جدا از تمام اینها احتیاج به امکانات فراوان بیمارستانی و همکاران رشته‌های دیگه داره. در مورد جراحی‌های مختلف رقم‌های بسیار زیادی برای لرنینگ کرو یعنی دوران آموزش در نظر گرفته میشه. مثلا برای جراحی فتح به صورت لاپاراسکوپی میگن که شما 40 تا عمل رو ببینید کافی هستش و اشتراک داشته باشید کافی هستش که بتونید جراحی فتح لاپاراسکوپی انجام بدید. در مورد جراحی پیوند کبد رقم حدود 90 تا 100 تا مورد هستش. جراحی هایپک از این نظر بالاترین درصد لرنینگ کرو رو داره، یعنی باید 140 بیمار رو شما در جراحیش اشتراک داشته باشید و یا در جراحیش حضور داشته باشید که بتونید به صورت کامل هایپک و سایتو ریداکشن رو انجام بدید و این نشون دهنده پیچیدگی و سخت بودن این عمل جراحی هستش. جدا از تمام اینها فقط در بیمارستان‌هایی میتونه انجام بشه که امکانات کامل برای جراحی سایتو ریداکشن و هایپک دارن، یعنی اینکه شما بتونید اکارتور مخصوص داشته باشین، تیم اتاق عمل آموزش دیده داشته باشین، 2 تا جراح حداقل آموزش این کار رو دیده باشن و حین عملتون حضور داشته باشن و جدا از تمام اینها اینترونشنال رادیولوژیست خوب داشته باشین، نفرولوژیست خوب داشته باشین، آی سی یو من خوب داشته باشین، آی سی یو مجهز داشته باشین. هر لحظه که لازم شد بخش آنژیوگرافیتون، بخش تصویربرداریتون در اختیارشون باشه، بتونید سی تی آنژیوگرافی داشته باشید و امکانات مشابه همین. به خاطر همین این جراحی نیستش که در هر مرکزی انجام بشه و توسط هر کسی انجام بشه، حتما توسط اکیپ خاصی که آموزش این کار رو دیدن، سالها در این کار فعالیت کردن و فقط در مراکزی که امکانات کافی رو داره میشه انجامش داد.